عن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. یک حدیث دیگه است در ارتباط از اینکه قرآن، اگر یک کسی قرآن دست میزنه چطور است و با وضو باشه بی وضو باشه، آیا کسی قرآن بی وضو دست بزنه گناهگار میشه نمیشه؟ دیگه حکم امی که کسی کتابای تفسیر میگیره چطور است؟ تفسیر قرآن، خود قرآن، تفسیر قرآن یک گپ بسیار کلان است. بسیاری ها قرآن نمیخوانه میگه بی وضوستم، بیار قرآن بخوان میگه بی وضوستم، نه یک بانه جور کرده، حالا برو وضو بکو و مشکل هستی تو. یا اطفالی که میخوانه در مدرسه ها، نه این خو وقت با وقت وضو نمیتونن یا چطور میشه؟ ویرا خو کل ما شما میفهمیم که قرآن بدون چی دست نزنی، نه بدون وضو کل ما میفهمیم که گناه داره، نه مردم ما همینطور میفهمن. اما یه اطفال ببینین در مدرسه ها، نه مثلا 7 ساله است، 8 9 10 یک نمیفهمه که به وضو هم شما خبر نمیشه، وضو هم چندان وضو نیست. میوان عبدالله ابن ابی بکر رحمه الله، عبدالله ابن ابی بکر رحمه الله از این فهمیده میشه که این خوب دیگه صحابی نیست، نه رحمه الله که گفتیم. انه فی الكتاب الذي كتبه رسول الله، میگه یقینا در اون کتابی که رسول الله صلی الله علیه و نوشته کرده بود برای عمرو بن حزم، دو گفته بود بسیار که گپا بود، دو یک کتاب نوشته کرد پیامبر که الا یمس القرآن الا طاهر، که قرآن دست نزنه مگر کسی که پاک باشه، پاک باشه. رواه مالک، این امام مالک آوردگی است مرسلا در معطای خود. مرسل یعنی گفتیم ممنوع حدیثی که صحابه هم دو وجود نداره، از تابعین نقل میشه. و وصل امام نسائی را وصل کردن به پیامبر رسانده. و ابن حبان، ابن حبان یک کتاب است در بخش حدیث. ان شاء الله اگر ما وقت باشه کل کتابا را بخوانیم، کل کتابای حدیث نه چقدر خوب میشه. و هو معلول، و این حدیث می معلول است. در شرایط حدیث ای شما میفهمین که اونجا میگه که و الله یکون فی علت، دیگه علت نباشه، معلول دو نباشه، روایتش کرده باشه عدل تام که عادل باشه، ضابط باشه، دیگه و کلام شاذ نباشه، معلول نباشه. یک شرطش همیست که معلول نباشه. عبدالله ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم انصاری، ای فرزند ابی بکر، فرزند محمد، فرزند عمرو ابن حزم انصاری مدنی است، یعنی از مدینه بود. انصار هم که گفتیم الله متعال که در قرآن میگه والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، انصار که هر وقت آمد در قرآن یا در صفت صحابه و یعنی مدنی می باشه، اهل مدینه. او را چرا انصار میگه؟ به خاطر که مهاجرین کمک کردن. مهاجر خونه کسای همون صحابیایی که مکه هجرت کردن به مدینه. این تابعی است. تابعی را هم شما میفهمین کسی که صحابه را دیده و با او ایمان آورده و با ایمان دنیا رفتگی است. همون مسلمانی که عالم باشد، باز خصوصا زیاد دو بحث میشه. سقطون میگه یعنی اعتماد میشه، یعنی این گپایی که حدیث روایت کنه قبول میکنه. عابد بسیار عبادت میکنه. این در سال 135 هجری وفات کرده است. 100 چند 35 هجری قمری. فعلا ما و شما در سال چند هستیم؟ 1442 هجری قمری، 1414 سال، یعنی این در سال 135، یعنی بیش از 13 سال پیش. وقد وهم المغربی صاحب بدر تمام، میگه مغربی صاحب بدر تمام یک شرح نوشته کرده و گفته که می عبدالله را اشتباه تعریف کرده، این غلط کرده، فکر کرده که عبدالله فرزند ابوبکر صدیق است، او تو نیست. میگه گفته که عبدالله ابن ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق یعنی خلیفه اول مسلمانان، او هم یک بچهش عبدالله بود، اما او عبدالله نیست. و تبع ولا هذا صنعانی، امام صنعانی هم میگه گفته که این امو عبدالله است. و هذا وهم فاحش، این میگه بسیار یک اشتباهی کلانه، زیرا عبدالله ابن ابوبکر صدیق لیس من روات الحدیث، هذا این از روایت کننده این حدیث نیست، فرزند ابوبکر صدیق، زیرا او صحابی بود، مات در خلافت پدرش وفات کرده که ابوبکر صدیق. عبدالله ابن ابوبکر، یک بچه دیگهش عبدالرحمن نامش بود. خب این را ما شناختیم که عبدالله کی بوده. عمرو بن حزم اینجا که میگه که پیامبر صلی الله علیه و کتابی که به عمرو بن حزم نوشته که کی است،
ابن زید خزرجی انصاری شهید الخندق میگه در خندق جنگ احزاب میگه در سوره قرآن که آمده نه سوره الاحزاب که آمده است در اونجا از جنگ خندق یعنی چقوریا کندن مسلمان ها جنگ در برابر مشرکین کلش جمع شده بودن که مسلمان ها را کلش از بین ببرن سر مدینه بیش از 10,000 نیرو آوردن و ما بعد از این دیگه جنگای شرکت کرده یعنی یک صحابی مجاهد بود و استعمله الرسول صلی الله علیه وسلم علی اهل نجران به اهل نجران ایره استعمال کرد نجران آلی هم یک جای در سعودی اونجا یعنی والی که مسئول تعیینش کرد مسئولیت دولتی را برش داد لیفقههم فی الدین تا خوب دین برشان بفهمانه همیشه نماینده پیامبر همین بود که دین الله را چه قرآن سنت به مردم برسانه واقعا که دین بیاید باز همه اسلام انسان عملی میکنه دینه که نفهمی یک جاهل که بودی چه عمل هم نمی چی را عمل کنی نمیفهمی دیگه نفهمینه چی عمل میکنی یک دکتر که عملیات نه یاد نداشته باشه کجا میتونه مریض عملیات کنه میگه نمیتونم علم بسیار مهمه و کتب له کتابا و یک کتاب پیامبر میگه برای عمرو بن حزم نوشته کرد او که در حکومتش فی سنن درباره سنت ها و صدقات یعنی زکات و اینا فرایض درباره میراث و دیات یعنی اگه کسی را میکشه چقدر تاوان بگیری میراث مردم چقدر زکات چقدر و هو کتاب طویل یک کتاب دراز پیامبر برش نوشته کرد دو آمده بود که الله یمس القرآن یعنی در قرآن دست نزنه مگر طاهر مراد به این میگه قرآن کدام است قرآن چی را میگه میگه نفس حروفی است که نوشته شده قرآن امور میگه مو حروف در ورقای که نوشته شدگیش نو سفیدی که در جوانه بشه بعضی وقت قرآن ها را ببینید این قدرش مثلا قرآن این قدر دیگهش به اندازی مصفحه که سفیدی است نه و سفیدی هایش نمیگه دیگه همی خود قرآن میگه و یراد به مصحف هدفش همون که نوشته شده فیشمل الحروف یعنی می جلدای قرآن و الحواش حروف و حاشیهایش هم چیزی که در اون نوشته باشه شامل میشه خب الا طاهرون گفت دست نزنه قرآن مگر پاک طاهر که دی چند معنا کردگی است یک لفظ مشترک است یک لفظ مشترک یعنی به چند معنا همزمان استعمال میشه و معنا میده کدام مسو یطلق علی طاهر من الحدث الاکبر امو طاهر رو هم گفته میشه که از بیوزوگی کلان پاک باشه یعنی از جنابت پاک باشه جنوب نباشه نه که بیوزو باشه و دوم به حدث اصغر هم مثل یعنی کسی که طاهر را میگه که جنوب نباشه دوم معنایش است طاهر را میگه که باوزو باشه بیوزو نباشه سوم معنایش است که استعمالش به مؤمن هم میشه یعنی طاهر به این معنا که مؤمن باشه یعنی مشرک نباشه زیرا انما المشرکون نجسون مشرک که از چی است نجس است پلیت است یعنی هم پلیتی عقیدتی و همی چیزا داره حتی بعضی میگه که موجودش هم پلیت است عبدالله ابن عباس میگه دست کافر دست نمیزد میگه دستش مردار است اینا لسای کنین دلایلش که الله در قرآن میگه که اطلاق با مؤمن شده میگه انما المشرکون نجسون مشرکین که در سوره توبه نه یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشرکین نجس بعد از در مسجد حرام نزدیک نشد از این فهمیده میشه که مشرک و کافر نجس است پلیت است مسلمان که ایمان داشته باشه پاک است البته این هم پاکی در بخش عقیده است نه در ظاهری حال کافرها خود ظاهرشان چقدر پاک می باشه لباس یاش نه عطر میزنن و دیگه پیامبر صلی الله علیه و آله ان المؤمن لا ینجس مؤمن نجس نمیشه یالا حتی اگه جنوب هم شوه تو نمیشه که یعنی بدنش نجس شوه باز عرقی که از اون میاد نه او نجس باشه و دیگه استعمالش به حدث اکبر الله می و ان کنتم جنوبا فطهروا این افضل اگر شما جنوب بودین خوب خدا پاک کنین از اینجا طهر یعنی پاکی طاهر بودن چیست یعنی که از جنابت خدا پاک کنین این در آیت آمد نه آیت در کجاست در سورت مائده و یا استعمالش به حدث اصغر یعنی به بیوزوگی که از بیوزوگی پاک باشه یعنی قول پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که میگه موزه خدا پوشید باز چیز کرد وضو که کرد مسح کرد خب خواستن که موزهش بکشن پیامبر صلی الله گفت که دعهما بانین موزه ما نکشین صحابه بسیار خدمت میکرد آب می آورد موزهش میکشیدن بسیار خدمت آب وضو در دستایشان می بود هر جا که پیامبر صلی الله عاجل در خدمتش میدویدن
واقعا خدمت پیامبر خواهم قسم علمای برحق خدمتش کردن بسیار ثواب داره. در این کدام چاپلوسی نیست. اگر کسی عالم خدمت میکنه نه این میگن او والا چاپلوسی نیست. حالا صحابه بسیار خدمت میکنن، علمای خدا احترام میکنن، خدمت میکنن. او خواستن که موزه پیامبر را بکشن که وضو کنه. پیامبر صلی الله بانش، زیرا ما این فإنی ادخلتهما طاهرتین، ما می دو دانه موزه را پاک داخل کرده بودم، یعنی پای ما ششته بودم، باز در موزه پای ما داخل کردیم. یعنی از این فهمیده میشه که طاهره امور میگه که یعنی از بیوزوگی، یعنی بیوزو نبودم. این از این میاد که از هر اطلاقش به متوازی. اکثر میگه خوی خواهم به مؤمن استعمال میشه، هم کسی که جنوب نباشه، هم کسی که بیوزو نباشه، از بیوزوگی هم پاک باشه. حالی جا کدامش است؟ میگه زیادتر استعمالش به این میشه که کسی بیوزو نباشه، زیادتر دو دیگه بخشام استعمال میشه. خواه هی حدیث صحتش چیز اگر پیامبر صلی الله علیه و به عمرو بن حزم میگه گفته باشه آیا از پیامبری ثابت است یا نه؟ اینمی حدیث که ما بیان کردیم در صحتش اختلاف است. می حدیث از بسیار طریقه و مسند و مرسل آمده. مسند یعنی پیامبر گفته، مرسل که از تابعی مثل که از عبدالله ابن ابی بکر نه. لیکن علما میگه حدیث قبول کرده، ها اکثریت محدثینی را قبول کرده، حکم کرده به صحت، میگه صحیح و به این عمل کردن. امام شافعی میگه لم یقبلوا حتی ثبت، میگه این را قبول نمیکنن تا که ثابت شد که به نزد علما که انه کتاب رسول الله، که کتاب پیامبری را نوشته کرده بود، این مکتوب برای ازی. امام احمد بن حنبل میگه کتاب عمرو بن حزم فی صدقات صحیح، در بخش صدقات میگه صحیح، در دیگه بخشا یعنی صحت و ضعف داره، هم صحت داره هم ضعف داره، اما در صدقاتش صحیح. یعنی یوم یک چیز کده نه احمد بن حنبل کلش صحیح نگفت. اسحاق ابن راهویه میگه که صحیح است، میگه این کتابی که پیامبر به عمرو بن حزم کلش میگه صحیح. و قیلی یکی از محدثین است میگه هذا حدیث ثابت محفوظ، این حدیث حسنمی ثابت است، محفوظ است. الا ان نرى انه کتاب غیر مسموع من فوق، یک کتاب است که شنیده نشده از بالای زور، یعنی بالاتر از امام زهری دیگه کسی را نشنیده، خود همیا شنیده است. و قال ابن عبدالبر در تمهید میگه کتابی هم محدث است، میگه کتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقى العلماء بالقبول، و علما میگه هم قبول کرده، یعنی محدثین و هم عمل کرده. و هو عندهم اشهر و اظهر من الاسناد الواحد از یک سندی که با پیامبر برسه بسیار مشهوره. یعنی اونا میگن که در یک حدیثش ما فکر نمیکنیم، کل ازی از پیامبر ثابته. در استذکار ابن عبدالبر میگه هذا کتاب مشهور عند اهل سیر، به نزد اهل سیر، یعنی کسی که سیرت پیامبر را بیان میکنه اکثر از این نقل میکنه. مشهور از ما فی عند اهل العلم، این میگه معروف است و مشهور است که معرفتا یستغنا به شهرت عن الاسناد، که از سند دیگه حاجت به این نیست که سندش بگویم، بسیار مشهور. لانه اشبه به تواتر، میگه با تواتر مشابه. تواتر را میگه که دوی شک نیست، حدیث متواتر نیست. شما خواندین که جمعی از کسای او را نقل میکنه که عقل انسان اتفاق از اونا را به دروغ محال میدانه یا ناممکن میدانه. میگه این مشابه به تواتر است در آمدنش. چرا؟ لتقلق الناس، به خاطر که علمای را قبول کردن به قبول و معرفت. ابن تیمیه رحمه الله در شرح عمده میگه شیخ الاسلام و هذا الكتاب ذکر هذا فيه مشهور مستفید، میگه یاد عجیب مشهور است پیش علما، بیخی به درجه شهرت رسیده. و هو عند کثیر منهم ابلغ من خبر الواحد العدل المت، میگه از یک خبر واحده که به پیامبر از او کده بسیار یعنی صحتش ثابت تر است. و هو صحیح به اجماع علما این صحیح است. امام شنقیطی باز یکی از علمای عصری فعلی که حال به خیال مفاد کرده کسی میگه که تحقیق صحت الاحتجاج، صحیح بودن استدلال به این است. زیرا ثبت انه کتاب رسول الله، کتاب پیامبر است، کتب له پیامبر سمیره بر امر روان کرده بود لیبین به احکام، تا که به واسطه از احکام دیات یعنی کسی را جنایت میکنه سرش تاوان بده، و زکات دیگه زکات ها را بر و غیرها، و نسخه از این مشهور است در کتاب فقه و حدیث. خب وقتی که زمانی که این گپ مشهور باشه و دیگه مو حکم از این ثابت میشه، اگر این در آیت خو اختلاف است که الله یمسه باید میخوانیم ما.
حکم کسی که یک بیوضو مصحف یعنی قرآن دست میزنه، امی جلدای قرآن، این چطور است؟ علما در اینجا اختلاف دارن. قول اول میگه جایز نیست برای کسی که بیوضو باشه مسح کردن یعنی دست زدن قرآن. قرائتش نه، قرائت که میکنه بیوضو خیره، دو گپش جداست برا پسند، اما دست زدن که دستش میزنی. هذا مذهب الائمه الاربعه، 4 امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یعنی مذهب حنفی، امام مالک رحمه مالکی ها و قسم شافعی و شافعی ها، احمد ابن حنبل یا حنبلی ها. اینا میگوین 4 مذهب، این مذهب مشهور که کسی بیوضو قرآن دست میزند گناهگار میشه. دلیلش یکی از قرآن دلیل میگیرن، دیگه همی حدیثه. یکی میگه قرآن الله میگه لا یمسه الا المطهرون فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. لا یمسه اگر که جمله خبری است خو جمعه به معنای نفی است. چی نفی به معنای نهی است یعنی انشاء است. لا یمسه یعنی مسح نکند مگر کسایی که پاک باشند. خب یکی خوی آیت است و دیگه حدیث امی باب است که پیامبر سلام برای عمرو بن حزم کتاب نوشته کرد که الله یمس القرآن، مسح نکنه قرآن مگر کسی که طاهر باشد. و گفتیم که علما در این بخش حدیث چی میگن، یعنی طاهری که بیوضو نباشه. قال علما میگن طاهر در حدیث متطهر از حدث اصغر، کسی خود از بیوضوگی کوچک پاک کرده باشه، یعنی بیوضو نه، یا اول غسل یا از غسل. زیرا مؤمن طهارتش معنوی است، ظاهرش که نجس نمی باشه. ولا یمس القرآن غالبا الا المؤمن، قرآن میگه هیچ کس مسح نمیکنه مگر مؤمنین میکنه. و در شریعت میگه مشهور نیست که مؤمن طاهر صفت شده باشد، خب نام مانده باشد. نام مؤمن است اما نامش طاهر در قرآن حدیث نمانده. و انما ورد وصف بذا، وصف مؤمن به طاهر آمده مثل که در پسان آیتا رو براتان میگم، اما در صفتش در نامش طاهر نامدگیست. و فرق بین الوصف و التسمیه، در بین وصف و تسمیه فرق. یکی نام است مثلا نام از اون مجتبی احمد فلان، یکی هم صفت است که صفتش میگیم که آدم خوب و آدم پاک همیشه با وضو می باشه، این می باشه، این صفتاش. از هر میگن قول الا طاهرون الا متوضئون، این کسی قرآن مسح نکند مگر کسی که وضو داشته باشه. دلیلش چیست؟ به خاطر این دلایل. اول لانه کثر فی لسان الشرع اطلاق هذا اللفظ علی المطلق، بسیار در زبان شریعت قرآن حدیث اکثر طاهر به چی استعمال میشه؟ به کسی که از بیوضوگی خود پاک کرده باشه، یعنی با وضو باشه. دومی که صحابه که هست میگه از امیر فهم کردن و فتوا دادن که قرآن کسی دست نداره مگر به طهارت، یعنی با وضو باشه. فهم صحابه مهمه. سومی که در زبان پیامبر میگه معلوم نیست که از مؤمن تعبیر به طاهر شده باشه، مؤمن طاهر گفته شده. چهارمی که و ان ورد در بعض روایات آمده که لا یمس القرآن الا علی طهر، دست نزنه قرآن مگر به طهر یا با پاکی باشه. و در حدیث حکیم ابن حزام میآید که لا تمس القرآن الا وان، پیامبر میگه برش گفت که قرآن دست نزن مگر که تو پاک باشی. اگر که در سندش ضعف است اما اونجا طاهر به معنای از یک از بیوضوگی، لکن یفید ترجیح معنای مذکوره. دیگه دلیلی است که انه صحابه ثابت است که فتوا داده که قرآن کسی دست بزنه که او پاک باشه. دیگه مصعب و دلیلش چیست؟ مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص، فرزند سعد ابن ابی وقاص، خب میفهمی کران یا قماندان جنگی مسلمان ها بود، فاتح ایران که میگن، نه بسیار یک مجاهد قوی بود در بین صحابه. این کنتو امسک المصحف، امی فرزند از این مصحف میگه که من امی مصحف قرآن میگه نگاه میکردم به سعد ابن ابی وقاص، پیش خودم می بود. میگه یک روز که پدرم آمد میگه مرا دید قرآن پیش من، فاحتککتو، احتکاک یعنی میگه خود خاریدم بدن ما، زیر ناف خود دست زده، یکم تا که تو بدنش میخورنی. میگه فقال، میگه پدرم مرا گفت که لعلک مسست ذکرک، شاید تو در موالی تناسلی دست زده باشی، زیرا که دست زدی. میگه قال، این میگه که فقلت نعم، بله، گفت میگه بدن ما خارج کرد ما مجرد دست زدیم. میگه فقال، گفت قم فتوضا،
برو وضو کو. یعنی قرآن در دست ما بود که وضو تو خیلی شکسته، برو وضو کو. رواه مالک و البیهقی. امام مالک امام بیهقی را روایت کردگی است. یعنی از این فهمیده میشه که اونجا هم این صحابه هم فتوایش بوده که قرآن کسی که بیوضو شد دیگه قرآن نگیره، برو وضو کنه. و از عبدالرحمن ابن یزید از قال کنا مع سلمان، میگه ما به امرای سلمان فارس بودیم. فخرج فقضى حاجت، بیرون شد قضای حاجت کرد. قضای حاجت چی را میگه؟ یعنی رفت تشناب، تشناب رفت قضای حاجت. ما شما میگیم ثم جاء بعد از آمد فقلت، ما گفتم یا ابا عبدالله، ای پدر عبدالله، لو توضعت لعلنا ان نسألك عن آیات، کاش که تو وضو میکردی که ما شاید از آیات قرآن از تو سوال کنیم. قال اینی لست امسه انما لا یمسه الا المطهرون. میگه ای به ما گفت سلمان فارس که ما خو را دست نزدیم، نیستم که دستش دیم. سوال دارین بکنین، قرآن یادم، چی سوال دارین؟ حالا اگر من از خود دست زدنش من است. گفت انما لا یمسه، یقینا ای را دست نمیزنم مگر کسایی که پاک باشند، یعنی وضو کرده باشند. فقرأ علینا ما شئنا، می قرائت کرد به ما آنچه که خواستیم. آیات ها را میخواند و میخواند، ما سوال میکردیم و آیت میخواند. یعنی از اینجا هم سعی کنیم که در این بخش آمد که انما لا یمسه الا المطهرون، مثلا میکنه مگر کسایی پاک باشه، یعنی وضو باشه. رواه دارقطنی، بیهقی، ابن ابی شیبه. یعنی از سلمان فارس نقل شد که بی وضو دست نزنه قرآن. و رواه نافع یکی از غلامای ابن عمر است، میگه ان ابن عمر کان لا یمس المصحف، میگه دست نمیزد مصحف قرآن الا وهو طاهر، مگر که پاک میبود. عبدالله ابن عمر میگه قرآن بی وضو دست نمیزد. رواه ابن ابی شیبه، ایران ابن ابی شیبه نقل میکنه. قال النووی، بعضی میگه در وقت قرآن جمع نشده بود، قرآن شد در دوران ابوبکر صدیق، در اینجا در دوران عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، خصوصا من حیث یک جلد جور شد، بعد تا در دیگه ولایت‌ها روان شد و باز کوچک بعضی سوره ها پیشان می بود، نشته می بود. میگه دمو ورقایی که قرآن نشته می بود او را بی وضو دست نمی زدن، دم پوست بود و پوست حیوانات، استخوانات، دمی چیزا نشته می بود. و همی قسم تخته های چوبی دو چیزا می بود. قال النووی، امام نووی میگه و قول علی رضی الله عنه است که بی وضو دست نزنه. سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن عمر، ولم یعرف له مخالف، در صحابه می کسی مخالفت نکرده، نگفته که میشه که بی وضو دست بزنی. این امام نووی در شرح مسلم میگه. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه اینه قول سلمان الفارسی، سلمان فارس نه صحابی است. این میگه قول عزیز فتوایش است و عبدالله ابن عمر فتوایش است که بی وضو دست نزنه و غیرهما مثل سعد ابن ولا یعلم لهما من اصحاب. میگه مخالف اعظمی صحابه دیگه کسی فتوا نداده است که بی وضو میشه. قال ابن رجب، این در شرح بخاری میگه، یکی از محدثین است و هذا قول جماهیر، اکثریت علما میگن که بی وضو کسی قرآن دست نزنه. و روی ذالک، میگه روایت شده از علی، سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن عمر، سلمان فارس، یعنی 4 صحابه، یکی از خلفای راشدین، 3 هم دیگه، سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن عمر، سلمان. و لا یعرف لهم مخالف من الصحابه، دیگه کسی مخالفت نکرده که نکرده باشه و اینا فهمیده میشه که بی وضو دست زدن نشه. خب این خو اکثریت، یعنی 4 مذهب و دیگه علما و اکثریت هم شما دیده. قول دوم دیگه نظر آمست، یعنی میگه بله یجوز للمحدث مس المصحف، جایز است کسی بی وضو باشه قرآن دست بزنه. و به هذا قال ابن حزم میره میگه و کسایی که اون حدیث هم آیت قرآن خو میگه، حال میگیم دلایلشان چی است. اون خو میگه هدفش ملائکه است نه انسان و این حدیث هم ثابت نیست، وقتی که نباشه دیگه معنی وجود نداره. ابن حزم هم یکی از علمای بسیار محقق است. این اقوال این علما را مثلا مذاهب و کلش میفهمه، در این وقت فتوا میده. لما جاء در حدیث، دلیلش چیست؟ یک حدیث است اگر که ظاهرش هم تو معلوم میشه، حدیث حرقل طویل و این حدیث تا در بخاری شریف است، حدیث صحیح است که ان النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم کتب له کتابا، برای همی حرقل عظیم، یعنی با پادشاه روم، پادشاه اروپا، حال اروپا که میگن دو وقت اون پادشاه خاندانی بود، نه امپراتوری بود، امپراتوری روم نوشته کرد. دو وقت 2 امپراتوری بود، نه در دوران پیامبر صلی الله علیه و چند امپراتوری بود؟ این 2 کشور کلان، یکی رومی ها بود یعنی اروپایی، دوم فارسی ها یعنی ایرانی ها و یا سالهای 100 سال یعنی 800 سال حکومت کرده بودند در دنیا.
یک کتاب برش نوشته کرد، پیامبر هم در صلح حدیبیه که با مشرکین صلح کرد، کل پادشاهای دنیا را به اسلام چی کرد؟ دعوت داد. تماما پادشاهای دنیا را، پادشاهای اروپا را، پادشاهای فارس، هر جایی که حکومت‌های کلان بود نماینده خود روان کرد، زیرا پیامبر جهانی بود که بیاین مسلمان شد. با امپراتور روم که دیگه اول یکی از دو کشور اول قدرت و قوت ازی از فارس کرد زیاد، می کتاب نوشته کرد، دی آمده بسم الله الرحمن الرحیم در اولش نوشته کرد. دی تو نوشته نکرد که 786 حالی که نوشته میکنن، نه 786 این از پیامبر ثابت است، نه از صحابه ثابت است. میگه معنای بسم الله است، نه 786. این کارا نکنین، یک بدعت است که همین جادوگرا و مولای تعویضدهی را کشیدن. خب مولای یک تعویضده های خوب هم است که آیات های قرآن نوشته کنند، اگر که در تعویض دادن اختلاف ما نمیتیم. پیامبر ثابت نیست که تعویض داده باشه. در بین صحابه میگه، بعد میگه یگام صحابه نوشته کرده آیات های قرآن. این با اکثر این مولوی صاحبا مولوی نیستن یا خو عالم نه، مولای تعویضده جادوگر می باشن. اما همی تو ابجد و همی حروف عرف کس یک عدد داره نه، و ابجد که سعی کنین اون اونجا عددا میآید، اونو همی عددا رو نوشته میکنه 786. حال ما شما که در نماز استاد میشه مگه او گپ باشه در بسم الله بگویم 786، دوزو بلا بگویم 555، در الحمدلله بگویم 332، همین 424 با الله اکبر 546 بریم به سجده و به رکوع. قسم خو نمیشه که حروفا شماره ها را یاد کرده بریم باز عبادات خود انجام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله و رسوله. سعی کنین خدا اول بسم الله میگی، بعد از خدا معرفی میکنی. یگام تا خط نوشته میکنه سعی میخوانی میخوا آخر خودش پیدا میکنی در کجاست، نه اول خدا معرفی کو. خب در خط نوشته کردن آداب بشید، بسم الله را خودش نوشته کو. یگام تا میگه بسم الله را به خاطر نوشته نمیکنم که زیر پای نشه، او تو در مسئولیت نداری، میشه نمیشه کسی زیر پای میکنه او گناهگاره. تو بسم الله را نوشته کو. در هر کار پیمبستم بسم الله الرحمن الرحیم. غذا میخوری، حتی تشناب میری، میبرایی، از خانه میبرایی، در خانه میایینی بسم الله، در مسجد داخل میشی بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. بسم الله یعنی خاص به مدد الله که رحمان رحیم. بعد از اون من محمد از طرف محمد است، عبد الله بنده الله، یعنی گفت ما خدا نیستم، ما اله نیستم، بنده الله، و رسوله فرستاده الله، یعنی خدا معرفی کرد. اله هرقل عظیم الروم. هرقل نام عظیم پادشاه روم، بزرگ روم. کافر بود، نگفتش که به کافرک روم، به بیدینک روم توهینش نکرد. حال یکم جوانک های بیعقل هستن مسلمان ها را کافرک و فلانیگک و فلانیگک میگن، نه همین جاهلکات. پدر خدا میگه بیا ادبی میکند، چی میکنی؟ والا ای چندان عقیده ندارم. بدبخت حال تو خود را یاد بده، احترام بکن. سک مثلا میگه عظیم الروم، بزرگ روم. با منصبش یاد کرد، با کلانیش یاد کرد. کلان بگو تا که گپ تا بشنوه. میگه جنرال نگو، قماندان نگو. موسی علیه السلام که به طرف فرعون رفت، نام فرعون خودش فرعون نبود و لقبش بود. خب نامش چی بود؟ ولید بود. نگفت که ای ولید یا ولیدک یا کافرک، گفت فقال موسی یا فرعون، ای فرعون اینی رسول من رب العالمین. با مو عظمتش یاد میکنی. یعنی این ادب است که پیامبر صاحب با ما یاد داده. سلام علی کسی پیش یک عالم میره علمش کم است، ایوازی که برای بگه مولوی صاحب عالم مورا میگه فلانی، یا تو یگام گپای چی را میزنه، یا ملاقات میگه، یا تو میگه یا تو نه. تو نکنین که کسی گپ میزنه، احترام کنین. سلام علی من اتبع الهدى. سلامتی باد به کسی که تابعداری هدایت میکنه. سعی کنین به کافر نمیگه السلام علیکم و رحمت الله. هر کسی که تابعداری هدایت، زیرا اون مستحق سلامتی نیست. اگر تو تابع شوی، قرآن قبول کنی، پیامبر قبول کنی، بعد از او چی میشی؟ سلامت میشی. سلام علی من اتبع الهدى اما بعد فإني ادعوک بدعایة. من تو را دعوت میتم به دعوت اسلام. گفت دعوتت میتم به اسلام. بعد از گفت اسلم تسلم، اسلام بیار. اسلام آشکارا شده بود، یگام جنگام کرده بودن، میشناختن پیامبر. خب گفت مسلمان شو تسلم، سالم میشی از عذاب الله. در دنیا هم از عذاب نجات پیدا میکنی، در آخرت. بعد از او تشویقش میکنه یؤتیک الله اجرک مرتین. الله ثواب تو را 2 مرتبه میده. یکی که اهل کتاب، دیگه که تو که مسلمان شوی چقدر مخلوق مسلمان میشه. بعد از او گفت قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمة
سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. این می آیتی که در سوره بقره است ایرا برش خوان. این یک آیت هم روان کرد مکمل آیت. قل بگوی پیامبر یا اهل الكتاب یا اهل کتاب یعنی یهود نصارا تعالوا بیاین الی کلمت به جمله سوایم که برابر است بیننا در بین ما و بین شما اتحاد میاره. چطور میتونیم ما با یهود نصارا متحد شیم با کافرها؟ الا نعبد الا الله، عبادت نمیکنیم هیچ کس بغیر از الله، بغیر از الله دیگه کسی رکوع سجده از او مدد و کمک نمیخوایم. ولا نشرک به شیئا، هیچ چیز با الله شریک نمیکنیم، نه سنگ نه چوب نه ولی نه پیامبر نه ملائکه. ولا يتخذ بعضنا بعضا ارباب، نگیرد بعض ما انسان ها بعد دیگه انسان ها را ارباب خدایان. خدا چی معنی؟ یعنی قانون گذار، قانون جور کننده، فرمان روا که مطلقا هر قانون صادر کنه، حلال و حرام کننده اشیا، یعنی انسان عبادت نکنیم دون الله بغیر از الله. فإن تولوا اگر اینا راست کردن فقولوا بگوین ای مسلمان اشهدوا ای کافر شما گواه شوین بأننا مسلمون که یقینا ما مسلمان یعنی تابعدار. مسلم میره میگه که تابعدار باشه، ما تابعدار هستیم شما نیست. اینا سعی کنین با این قصه دیگه ازی بعد است. این هدف ما شما اینجا موضوع خود ماست. باز پیامبر میخواد که روان میکنه و ایرا میخوانه تحقیق میکنه میفهمه که پیامبر الله حتی ایمان خدا مظهار میکنه اما مردم علیش میخیزه. باز میگه ما شما را امتحان کردم. خب بالاخره ایمان به خاطر موقف خود قدرت خود ایمان نمیاره، یعنی خوب میفهمه که رسول الله است. همین پادشاه امپراتور اروپا میفهمه. خب از این حدیث چی فهمیده میشه؟ سعی کنین پیامبر سم خطا به کی روان کرد؟ به کافر. ده آیت قرآن بود. طبعا خود دست میزنن و او کافر خوزو نداره. این از این فهمیده میشه که ابن حزم میگه که از این فهمیده میشه که بیوزو باشه قرآن دست دی گناه نداره. وجه دلالتی است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قد بعث هذا الكتاب الى النصارى، این کتاب به نصارا روان کرد. و فی آیت من القرآن، یک آیت قرآن دی بود. و قد ایقن، و پیامبر یقین داشت که انهم سیمسون و کیرا دست میزنن مع انهم علی غیر طهارت، با وجودی که اینا طهارت نداشتند. فهذا يدل، ای دلالت میکنه علی جواز مثل محدث للقرآن، که با جایز بودن دست زدن بیوضو قرآن دست دیه. این ابن حزم میگه. و دیگه میگه او حدیث از اون جره که پیشتر خواندیم چی میگه؟ میگه او ضعیف است، ثابت نیست. وقتی که ثابت پیشتر هم خواندیم که ابن حزم گفت که ثابت نیست. وقتی که ثابت نیست این برعکسش دیگه حدیث ثابت است. حدیث بخاری میگه خلاص دیگه وضو نمیشه. و یک دلیل دیگه میگه که جایز است. میگه سبیان اگه ای تو باشه، می اطفال میبینیم حمل الالواح، همو ورقایی که کتب علی القرآن، قرآن دونشتش بلا انکار. اینم چهار مذهب میگه که اطفال دست بزنن میتونن، گناهگار نمیشن، در حالی که اطفال هم بیوزو. فکذلک یجوز لغیرهم ذلك. وقتی که برای اطفال جایز باشه که بیوزو قرآن دست دیگه گناهگار نشه، به کلانام نیست. به کلانام نمیگه جایز است، یعنی بیوزو قرآن دست دیگه گناهگار نمیشه. امی دو دلیل و این دلیلشم واقعا قوی بوده. اما از این دلیل جمهور جواب میگه. بما ازا اجاب هؤلاء ندل، میگه چی جواب میگه امی علما از دلایل جمهور؟ آیت میگه خود ضمیر در قول لا یمسه، این میگه راجع به سوی چی نیست؟ مسلمان لا یمسه دست نزن، راجع به سوی قرآن نیست، قرآن دست نزنه. میگه یعود الی اللوح المحفوظ، ایبمو لا یمسه الا المطهرون. الله در اونجا میگه فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. اونجا قرینه کتابی که محفوظ است یعنی در لوح محفوظ. لا یمسه الا واقعا در اونجا قرینه می زیاد است که لوح محفوظ دست نمیزنه او را مگر مطهرون. مطهرون این ملائکه. میگه لوح محفوظ است، مراد به این مطهرون الملائکه. فلا یکون فی الآیه دلیل علی من المحدث من قراءة القرآن. پس در این آیت دلیل نیست که به حضور ما مانع شیم از دست زدن به مصحف یا قرآن. و قد رجع ابن قیم، میگه ابن قیم ترجیح داده که انه الکتاب الذی بید الملائکه. میگه در تفسیر آیت بهتره میست که یا مو کتابی است که در دست ملائکه است که لوح محفوظ است. و ذلك من 10 دلیل برش بیان کرده. با یکش میگه ان الله قال لا یمسه الا المطهرون ولم یقل الا المتطهرون. متطهر نه که خدا پاک کنند. میگه در این کسی دست نمیزنه مگر کسایی که پاک هستند،
یعنی اگر می هدفش من محدث می بود میگفت الا المتطهرون، کسی که پاک باشه. مثل که الله در قرآن در سوره بقره میگه ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، نگفت طاهرین. الله دوست داره توابین، کسی که متطهر است، خدا پاک میکند از بیوزگی و اینا. بعد باقی دلایل میاره. واقعا در قرآن تو دلیل قوی نیست، بعضی هم قرآن دلیل میاره. خب در آیت قرآن نیست، ما در بخش حدیث است. یعنی می حدیث که به نزد که صحیح ثابت شود با صحیح دست نزن، اگر نمیشه میتونه. اینا اینجا گم دفعه شما بگید به کدامش عمل شود دیده میشه، تحقیق کنه انسان. اما حدیث میگه ضعیف است، راجع. خب حال کدامش راجع است؟ با همین کسی که ما کتابش درس میتونم این میگه قول اول است، یعنی جمهور علما به خاطر حدیث یام نمیگه آیت دلیل نمیگه و عمل صحابه. میشه که صحابه خو فتوایش بود، همین به اساس فتوای صحابه و می فتوای صحابه میشه می حدیث تقویه میکنه که همین حدیث صحیح باشه. خب ما می گپ میگم که وضو انسان بکنه دیگه، وضو بی وضو نباشه. حال یک گپ دیگه است، این جمهور این حدیث بخاریه که پیامبر به حرقل روان کرد و این چی جواب میگن؟ نه در اوج فهمیده میشه کافر دست زده قرآن. میگه جواب از قصه حرقل است که امام نووی میگه جواب عن قصه حرق ان ذلك الكتاب كان فی آیه، میگه یک آیت بود ولم یمس مصحف نبود، یعنی کل آیت یک آیت بود. وقال ابن قدامه میگه فاما الآیه التي كذب بها النبي صلی الله علیه و سلم فانما قصد بها المراسله. این آیتی را که پیامبر هم در این نوشته که هدفش بود که خط به او روان کنه. آیت در رسالت یا کتاب فقه نوی لا تمنعه، میگه کسی در رساله روان میکنه یا در کتاب فقه نوشته میکنه همسا این معنی مسش نمیشه کسی دست دیه، بی وضو باشه، در کتاب فقه باشه دیگه باشه، یا کتاب تفسیر که زیادش تفسیر باشه کم آیت ها باشه. ولا یصل کتاب بها مصحفا، میگم کتابی که یک آیت دایی بود او مصحف نمیشه، مثل قرآن نمیشه، مثل یک جلد قرآن نمیشه. ولا تثبت له حرمتش دایی ثابت نمیشه. اینجا جمهور میگه. حالا یکم تو میگه که در مجله خو یک آیت هست، نه دستش نزن، نه در مجله یک آیت هست یا در اخبار یک آیت هست یا در او بی وجود دست دی گپی نداره. مصحف هدفش چیست که کل قرآن یعنی دو باشه. حال امی برای اطفال جایز است، خو نظر ابن حزم بود، نگفت که قرآن دست دیم بدون وضو. در اینجا هم دو قول است. قول اول اسم جایز است، به هذا قال الحنفی و المالکی. امام ابو حنیفه و مالکی ها میگن، حنفی ها که مذهب ما و شما در افغانستان است، مالکی ها یکی از مذاهب دیگه ما و شما است، اینا میگن که برای اطفال جایز است. قالوا اذا میگن اذا لم نقل بجواز مس بیان المصحف واللوح و نحو ما فاما ان يمنعوا من مسه فهذا تذيين لحفظ کتاب الله. میگه اگر ما نگوییم که اطفال دست بزنن قرآن و ورقای قرآن و امثال از ایرا، یا منع میشن از دست زدنش و در اینجا زایمش حفظ کتاب الله. اطفال قرآن حفظ میکنن، هر وقت وضو کردن نمیتونن و اطفال خود گرفتام نمیتونن مثل کلانا. یا ای که میگه ما مکلف بکنیم اطفال با پاکی که دست نزنه قرآن و در اینجا حرج است، مشقت است به اطفال. پس به اینا رخصت است در این حالت مسش بدون طهارت، یعنی اطفال میتونه بی طهارت صبح تا شام قرائت کرده بره. دفن لضرورتی، به خاطر که دفن ضرر از اینا دفع شود. خویی را حنفیه و مالکیه. قول دوم اسم جایز نیست، مذهب حنابلة است. حنبلی ها میگه نه جایز نیست. چرا؟ لیکن عموم ادله دلایل میگه معام است به مردا و خردا و کلانا علی عدم جواز مس المحدث للمصحف. راجح قول اول است که حنفی ها است. خب اگر بهتر از تکلیف نباشه، مثل حال آب گرم باشه و دیگه تابستان باشه مشکل نباشه وضو کنن، اگر نکردم سخت گیری نکنیم. خب این گپ ما خلاص شد. یک موضوع دیگه که قرآن خو فهمیدیم که مراجعه میست که انسان بی وضو دست نزنه. آیا جایز است مثل کتابای تفسیر که هست نه؟ مثلا زیادش تفسیر است کمش قرآن است. اینجا میگه یجوز مس علی النوتات، میگه جایز است مثل زیرایی تفسیر است قرآن نیست. آیاتی که بها اقل من التفسیر لذی، اما آیاتی که از تفسیر کرده کم باشه، یعنی تفسیرش یعنی گپای دیگه اضافه باشه، خود آیات کم باشه. بعضی تفسیرها هم است که آیات کم است، دیگه گپای تفسیر دو زیاد.
می استدلال میشه به کتابت پیامبر سم کاتب به کتابا را بر کافرا که روان کردنی یک آیت دو آیت کم بوده دیگه گپا زیاد بوده اون او کافرا دست زده اما از مو حدیث بخاری استدلال و دیگه دی آیات قرآن دمو کتابش فدل هذا على ان الحكم للاغلب والاكثر از این فهمیده میشه که حکم به اکثریت یعنی اگه اکثر و زیاد آیات قرآن بود خود دست زده نمیشه بیوضو اگه آیت کم بود دیگه گپا زیاد بود باز میشه که قرآن کتاب دست بزنیم بیوضو اما اذا تساوى التفسير اگر تفسیر قرآن مساوی بود چطور فإنه اذا اجتمع مبيح وحاضر یک مباح جمع شد دیگه منع جمع شد ولم يتميز احدهما برجحان یکش با دیگهش ترجیح داده نشه یک قاعده است فإنه يغلب جانب الحذر جانب منع اینجا غالب میشه زیاد میشه فیعطى الحكم للقرآن حکم به قرآن داده میشه اگر مساوی بود بازم حکم قرآن میگیره بیوضو باید دست نزنیم یک کتاب تفسیر است یک کتاب دیگه است آیات قرآن زیاده بازم با بیوضو موره دست نزنیم مگر نه که آیات قرآن کم است دیگه گپا زیاده با میشه که بیوضو را دست بزنیم خب حالی یک گپ بسیار خوب دیگه را میگه که در ذهن ما شما پیدا میشه حکم مس مصحف به حائل متصل یک پرده است اما متصل به قرآن است نه مثل این پوشای ازی که این پوش است نه یک پوش یا ازی پوشایی که دو چسبیدگی است از پلاستیک است یا تکه است نه بعد میدوزن نه دوختگی است دمو این چطور است یکی خوب بعضیا 10 پوش و 20 پوش کردنه مانده شه او خود جداست پوشی که جدا میشه یکی است که پوشی که دو متصل است چسبیدگی است یا تکه است یا پلاستیک است یا کاغذای کاک است هر چی که چسبیدگی باشه جمهور علما میگه الا انه حرام امی پوشی که دو متصل چسبیدگی است میگه دست زدن قرآن بیوضو حرام است ناجایز است فغلاف المصحف المتصل غلاف امو پوشی که متصل چسبیدگی است یعنی مثبت فی المصحف بماده به یک ماده لاصقه مثلا چی است شرش است نه چیزا او بالخیاطت یا دوخته شده او غیر یا امثال ازی بعض دیگه مثل که اینمی جلده است ممنوع است بیوضو دست نزنی چرا میگه یاخذ حکم المصحف به خاطر حکم قرآن میره فلا يجوز مسو بغیر وضو بدون وضو جایز نیست و کذا اطراف الاوراق هم قسم یک ورق آیات قرآن دیگه اطراف ازی که سفید است امورم زیرا به هیچ چسبیدگی است اورم دست نزنی بیوضو دستش نزنی در موضوع فقهی آمده میگه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیه والمالکیه والشافعیه والحنابلة سيكون حنفي مالكي شافعي امير 4 مذهب اكثريت محدثين علماء الا انه يمتنع ممنوع است على غير المتطهر کسی خود از بیوزگی پاک نکرده مس دست زدن جلد المصحف المتصل امو پوستی که قرآنی که متصل باشه چسبیدگی دو باشه او قرآن دست زدنش بیوضو ممنوع است یعنی 4 مذهب اکثریتش و حواشی که دو لا کتابت فی من اوراق که نوشته نشده چیزی از اوراق مصحف دو ورقای مصحف از قرآن حاشیه داره نه چیزی دو هم نیست و البیاض بین السطور در بین امی یک سطر است با دوم نه سطر میاد دوم خط در بین سفیدی که دمو هم دست نزنه بیوضو نگویا که خود ای قرآن نوشته نیست این کاغذ است نه و کذا ما فی من صحائف خالیه امو صحیفای خالی از کتابت از بالکلیه چیزی دو نوشته نشد چرا و ذلك لان تابع للمكتوب زیر کتاب قرآن و حریم قرآن و حریم شی میگه تابع خودش یاخذ حکم شی میگیره و ذا این را خو اکثریت کو بعضی حنفی و شافعی میگن نه جایزه اگر یک کسی میگه خود قرآن هم نوشته شد دست ندن دیگه جایش دست بزنه خیر است گپ یارو بگیریم با یه ذره دیگه چی میشه کمی تخفیف میشه اختلاف کردیم خو در حائل منفصل حائل یعنی هم پرده که جدا است از این مثل اینی پوشایی که دیگه جدا دیگه پوشت دیگه پوشت اگر قرآن کسی دیگه پوشت است که جدا میشه بگیره دایی باز اکثریت میگه ارجح جواز است که ای مسو بخرقت مثلا به اکتکا یا یک اخبار است مثلا اخبار میگیره دو میگیرش نه جدا است از دایی هم گناه نداره بیوضو میتونه بگیره و غلافی که منفصل است از مصحف و عبارت است کیس است یعنی همون جیب باری است
پوشی است یدخل فی المصحف و داخل میشه و بیرون میشه. یگام دفعه از کاغذ می باشه، یگام دفعه از پلاستیک می باشه، یگام دفعه از تکه می باشه. لا حرج فی لمسی، می گناهی نیست در لمس بدون طهارت. ولو کان المصحف اگر که مصحف در داخلش باشه فیجوز مس المصحف، مس این مصحف به حائل با مو پرده که منفصل از جداست جایز است. کل کیس مثل کیس میگه، کیس ها کیس نه کیس است. کیس یعنی همو پوشه الذي يوضع فيه که قرآن دو مانده میشه. و القفاز، و قفاز یعنی دستکش می باشه یا چیز دیگه می باشه. در کشاف القناع که از کتابای حنبلیات میگه ولی المحدث برای بیوضوع حمل مصحف به علاقش و فی غلافه جایز است، یعنی با مو پوشی که او داره کیسش بدون مس من غیر مس لو. چرا؟ لأن النهی ورد عن المس و هی نهی میگه آمده که خود قرآن زده شد. و الحمل لیس بمس، یا کسی قرآن میگیره پوش داره که خود میگردانه بی وضو دی گناهگار نمیشه. حمل مس نیست. ولهو تصفوه بکمی، و جایز است که صفه بزنه میه بکمیه با آستینش. بعضی آستین ای تو میمانه با صفه میزنه آستینه، یا یک قلم نازک میگیره که نوکش چیز نه ای تو میمانه دورش به یک قلم به یک چیز دیگه مقصد دستش نخوره. او بعود، یا به یک چوب و نحوی که خرقت مثل یک تکه خشبه یک دانه چوب باشه. لانه غیر ماسن به خاطر دستش دی نمیخوره. ولهو مسو از ورای حائل لما تقدمه. از پشت از این فهمیده میشه که مثلا یک کسی بیوزو است، یعنی موبایل، یعنی مثلا در موبایل ها قرآن می باشه نه این تو میخانه در داخل است دیگه نه این هم در داخل عزیز دیگه هم جایزه دست میزنه ورق میزنه. این از این میام فهمیده شد. گپ موبایل این نگفته خواه از همین فهمیده میشه. خب در داخل موبایل است ورق زده میری دیر دست دو نمیه زیرا در اینجا شیشه مانع شده کس نه دیگه همی قسم یا یک پوش دیگه باشه، یا اگر کسی سرش وضو سردی است مشکل است همیشه قرآن میخونه با یک چیز دیگه ورق داده بره و قرآن بخونه. خب این موضوع ما شما